سلام، برگشتم و نمیدونستم تو شب اونم ساعت 1 نصف شب این رینگ لایت انقدر نور میده. فکر که خیلی قرار صفحه برفکی و نویز باشه، ولی مثل اینکه خوب داره میگیره. خب میخوام تمومش کنم. حقیقتا من چند روز دارم سعی میکنم خوابام تنظیم کنم و ساعت 1 نصف شبه. باید بعد دیدن قسمت آخر سریالم میگرفتم میخوابیدم، اما هرچی فکر کردم میخوام دیزاینر رو تموم کنم و ویدیوشو بگیرم و خوابم نمیبره تا صبح همش بهش فکر میکنم و تمومش کنم. فردا پنجشنبه است، فرقی نمیکنه چند شنبه باشه، من که سر کار دیگه نمیرم و فعلا باید خودم اسخام یه سری کار رو انجام بدم. ولی در صورت پنجشنبه جمعه معمولا مهمونه یا میری مهمونی یا کلا یه مهمونی که حالا در کار نیست، در در مزیت، ولی در صورت یه ذره حالت استراحت داره طبق عادت. و تو این فکر بودم بذار این ویدیوها رو تموم کنم تا همین الانم زر بزنم زودتر بریم سراغ کاره که دیزاین تموم شه و من اگه خواستم از شنبه یا حالا خود فردا پنجشنبه جمعه که فکر نکنم اصلا وقت کنم، خود پنجشنبه یا شنبه شروع کنم کد زدنش و تمام سایت رزومم بیاد بالا، چون برای پروژه های دیگه ای که خیلی حرفه‌ای‌تر و بهتر میخوام روشون مانور بدم اشتیاق دارم. شروع میکنیم. اول که برنامه چیزها رو باز میکنیم و همین برنامه کثافت که با اشتراک بخریم هر 10 دقیقه رکورد قرض میشه. فکر کنم حالا از موقعی که بیدار بودم دیگه، حالا فکر که روزا بد شده الان پنجشنبه حساب میشه، ولی از امروز فکر کنم این 7 لیوان قهوه‌مه، ولی لیوانی که نه قهوه که نیست، نسکافه است، پودر نسکافه است. ولی اگه قهوه‌ای که عصر سفارش دادم و خوردم حساب کنیم، این 4 کافئین نوشیدنی کافئینی که دارم میخورم. قهوه رو کمش کنم، خیلی زیاد میخورم. خب فقط این پایینش مونده، دیزاینی این پایینش چقدر خوب شد، چقدر دوستش دارم. من که میدونم تو کد نویسی دهنم قرار سرویس شه، ولی نه حالا دیدم فکر میکنم اینکه عکس قرار میگیرم بالا، اینکه کات درست کردن کاری نداره، فوقش دیدم حال نمیکنم، همینو میگیرم خروجی میگیرم میبرم اونور میذارم. نه همش منطقیه، زر میزنم موقع کد زدن معلوم میشه. خب ما یه عکسی داشتیم که داشتیم ازش الهام میگرفتیم یا به روایت دیگه ای دزدی میکردیم. خب کانتکت علاقمندی ها و قرار اونم پروژه باشه. خب یه دونه از این باید کپی بگیرم. چرا؟ به خاطری که همه اجنده ها استایلشون شبیه هم. کانتکت رو بذاریم کنار، میبریم تو فیوریت و اجنداش باید تغییر کنه به یه پلاس میذاریم، یه فاصله میدیم، فارسیش چی میشه؟ علاقمندی ها، یه فاصله دیگه به علاوه، و امیدوارم که وسط باشه دیگه، چیز شده وسط. صرفا کافیه هشتگ گذاری کنم یا بزنین عکس چیکار کرده، دورش استروک داده، میشه اینجوری در نظرش گرفت. فقط من فکر کنم باید از این کادره یه کپی بگیرم، دوباره بکشم پایین، بازش کنم، متن توش رو حذف کنم و خودش رو از حالت چیز خارج کنم. فنل لپتاپ صدا داد. فیوریت ها اسم این رو میذارم. من فیوریت ها چی بذارم؟ گیم. کارفرما بقیه به یه برشون نیست که من به گیم علاقه دارم. کار تیمی بذار همش فارسی اینجا میزنم، نمیخوام کامپوننت بندی کنم توی برنامه. کار تیمی این حذف میشه و استروک مشکی اضاف میشه و 4 زیاد 3. اوکی یه مقداری باید کوچیک تر شه فکر میکنم. آره
و چون شبیه هشتگ یا به کل شبیه چیزه، با حالت چینشش مثلا اینطوری هشتگ دار باشه، چون تگ دیسکریپشن ها و کپشن های فضای مجازی یا حتی وبسایت ها کپشن ها اینجوری که هشتگ ها یه چینش شلخته ای داره، این باید شبیهش باشه. اما باید برگم به حالت قبل، چون نوشته رو ما نمیخواستیم حذف کنیم. آره ما نوشته رو میخوایم، برای اینو میذارم. چی بود کار تیمی و اینو حذف میکنم، استروک رو اضافه میکنم، همون 3 آوتلاین تمام. یه ذره کوچیک‌ترش میکنم، بدیم راست، آخرش کمر درد میگم تکیه بده مردی که دلک. مشکی تو رو میزنم رو 10. واه غلط کردم، میزنم رو 15 و نوشته رو به کار تیمی تغییر میدم. اما هشتگ باید بشه، بگیر هشتگ کار تیمی. اوکی، برای بازم نظرم کوچیکه، نظرم هم 20 کنم، 20 خوب. و من باید از این چند تا اینجور کپی بگیرم، بگم مثلا هشتگ این طرف نوشته مثلا به دیکش چول گیم میک مانی. به میک مانی علاقه داری؟ دلغک همه به میک مانی علاقه دارن. یعنی چی میک مانی؟ شاید اصطلاح خاص توی یه چیز خاص، من میشه کسی مثلا به پول ساختن علاقه نداشته باشه؟ هاک تیمی ول کن بابا، گمش. کار تیمی توی جاب پیجن هم چیزایی نوشته بودم، بذار فکر کنم خودم به چی علاقه دارم. به فرض مثال توی تیم استارتاپی یا توی شرکت مثلا کار میکنم، من اولین چیزی که همیشه علاقه دارم این که تجربه کردن. آخه این نمیدونم به عنوان علاقه من مهم نیست، من دلم به عنوان علاقه من در ازش میاد. تجربه به دست آوردن، کار تیمی یا یادگیری. خود یادگیری یه علاقه است برای من، یعنی مطمئن نیستم کسی که داره این ویدیو رو میبینه بیشتر آدما درک کنم منظور من چیه، ولی اینکه یادگیرنده باشی یک هم انتخابه تقریبا، هم شخصیته. نه که مثلا شخصیت میاره برات، منظور این که یک نوع شخصیته، اینکه من از همه کس، از همه نوع آدمی همیشه دارم تحلیل میکنم، یاد میگیرم. میخواد طرف نمیدونم چی بگم، مثلا میخواد طرف یه پیرمردی باشه که یه جایی مثلا مثال میزنم تجربهشو داره به من انتقال میده، میگه این اشتباهاتو منو نکن، من نتیجهش این شد برام. میتونه از فامیل باشه، میتونه همجور رندوم، مثلا میگم و نمیخوام بد بیان کنم، مثلا تو اسنپ دارم میرم جایی اون داره من نصیحت میکنه، یا خیلی رندوم یه کسی توی یه سمینار جایی اون یه چیزی رو میگه، یه نفر سرم داد و بیداد میکنه، یه نفر با هم خوب رفتار میکنه. از همه کس تو همه شرایطی میشه یه دیتایی کشید بیرون، هر چقدر اون دیتا در اون شاید غیر منطقی باشه، ولی از همه آدم میشه یه چیزی کشید، یه چیزی یاد گرفت، یه تجربه دست آورد. و من همیشه تشنه اینم که برم از دیگران سوال پرسم که اینو چیکار کنم، مثلا شما بودین چیکار میکرد. همیشه دوست دارم این سری چیزها رو بدونم، یادگیری برام یه لذت، یه چیز جذابیه. هشتگ بذار بنویسم، چرا که نه، بازی ویدیویی، گروه بابای هرچی که درست غلط من مینویسم.
علاقمندی دیگه. سایت شوهریابی و همسریابی اینا نیست، ولی خب در صورت علاقمندی هشتگ. چرا رفتم سایتش رو تو لینکدین که نه توی توییتر توی اینستاگرام تو علاقمندیش بنویس، لازم سایت شوهر همسریابی. شب بیدار موندم واقعا شب. خاک پس کلم که هیچ علاقمندی دیگه ندارم. هشتگ فکر میکنم در وقت مخاطب با اینکه هی بخوام تعیین کنم که هشتگ چی رو میگیرم مهم نیست، بعد تو کد زده همه اینا احتمالاً تغییر خواهد کرد.